هادی و خدا. عروسکا عروسکا کجایین مادر بزرگ هادی هدا بیاین عروسکای خوبی از نخوبی خودچوبی عروسکای خوبی از نخوبی خودچوبی پدر کجاست؟ من اینجام. مادر کجاست؟ همینجام. عروسکای نازی قصه رو ما میسازیم. بیاین سلام راستی خودمم آق بابام. عروسکای قصه ای نون و پنیر و پسه ای عروسکای قصه ای نون و پنیر و پسه ای. گره اومدی؟ پس یه دروازه خوب نداد، گفت خودمون لازمش داریم. بابا خودش بهم گفت، خودش گفت ما صبح بازی میکنیم بعد از نیمش به شما. خب منم بهش گفتم. خب چی گفت؟ گفت میدونم ولی ما امروز مسابقه داریم میخوایم. حالا میگی چی کار کنیم؟ همین خب بدون توی دروازه که نمیشه بازی کرد. خب خودم میدونم. پس چی کار کنیم؟ هیچی. فهمیدم. ما هم باید مثل حسنینا یه تیر دروازه واسه خودمون درست کنیم تا دیگه مجبور نباشیم هر وقت خواستیم بازی کنیم بریم سراغ حسنینا تیر دروازه‌شون رو بگیریم. چه جوری؟ خیلی راحت. چند تا میله رو جوش میدیم به هم میشه تیر دروازه. کی جوش میده؟ ببین هادی میله هاشو من میارم تو خونمون میله اضافی داریم مادرم گفت میتونی ببریش. خب دایی احمد من جوشکاره اون قول بده که واسم درستش کنه جوشش میده فقط میمونه هادی تورش. خب دایی احمد میگفت 20 متری تناب لازم داره. تناب برای چی؟ ای بابا خب واسه تورشی که پسر دروازه که بدون تور نمیشه تو باشه تنابش هم من میارم. تو میاری؟ آخه پولش خیلی زیاد میشه. باشه بابا عیب نداره همین. هادی جون ببین من میگم بهتره با بچه‌های محل پولامونو بذاریم رو هم و با هم بخریمش. نه من خودم تنهایی میخرمش. تازه شایدم تو خونه داشته باشی. تو خونه؟ خیلی خوب اما هادی باش بابا تو برو سراغ میله ها منم میرم سراغ تناب. خیلی خوب یه تیر دروازه بسازیم دلش رو آب کنیم. عالی خدافظ. تموم شد. خب ببینم چقدر شد. 2 تومن اینم 3 تومن اینم میشه 7 تومن و 15 تومن با خب شد 25 تومن پول دارم. جو با 25 تومن پول میرم هم تناب میخرم هم بستنی بقیه‌ش هم شکلات و آدامس و بعد میرم همه چی باش بخرم. جون با این همه پولی که دارم میرم تناب میخرم یه تناب حسابی تا
تناب؟ شاید ماما شما 20 متر تناب نداری؟ چی؟ 20 متر تناب. 20 متر تناب میخوای باش تناب بازی کنی؟ نه، پس میخوای چیکار کنی؟ میخوام برای تور تیر دروازمون. آخه قراره ما برای خودمون تیر دروازه درست کنیم. نه پسرم، 20 متر تنابم کجا بود؟ باش، عیبی نداره، خودم میخرم. اینم که اونجا بود که آها خب اینم درست شد. سلام آخ بابا. ها سلام گل پسر قنده اصل. آخ بابا تناب داریم؟ معلومه که داریم بابا، خوبش هم داریم. چند متر میخوای بابا؟ 20 متر. 20 متر؟ آره 20 متر. فقط از اون کدوماش بیدن؟ خوباش بدین. بعدش هم به من بگین که پولش چقدر میشه. والا اگه از اون خوبه بخوای میشه از قرار متری 5 تومن. 5 تا 10 تا 100 تومن میشه بابا. 100 تومن آخ بابا. آره بابا. ولی من فقط 25 تومن دارم که. خب چیکار کنم قنده اصلا؟ تناب بدم یا نه بابا؟ ها آخ بابا جونه از اون ترش هم داریم؟ چرا نداریم بابا؟ یه جور دیگه‌ش هم داریم، متری 3 تومنه. 2 تا 6 تا میشه 60 تومن بابا. نه بازم نمیشه. چی نمیشه بابا؟ هیچی گم آخ بابا. ها از این ارزونتر نداری؟ والا نه هادی جون، نه نداریم. از این ارزونتر دیگه نداریم بابا. حالا من چی کار کنم؟ اگه تناب نباشه که نمیشه آخه. ببینم چی نمیشه گل پسر؟ تیر دروازه دیگه. اگه تناب نباشه چجوری تو رو درست کنیم؟ تیر دروازه هم که بدون تور نمیشه. میشه آخ بابا؟ والا تیر دروازه چی هست؟ نه حتما نمیشه دیگه. نه نمیشه. باشه خداحافظ. قربانی تو خداحافظ بابا. نه نمیشه. گل پسر صبر کن ببینم بابا. بیا اینجا گل پسرم، بیا بابا. بله آخ بابا. ببین بابا جون، من یخت تناب دارم، فکر کنم 20 متر هم بشه، اما فقط یه عیبی داره بابا. چه عیبی آخ بابا؟ ببین هادی جان همش به هم همچین گره خورده. باید یکم زحمت بکشی گره هاشو وا کنی فقط. پولش چقدر میشه آخ بابا؟ پولی نیست گل پسر، چون لازمش ندارم خب میدمش به تو. اینطوری هم کار تو را میفته، همین تو دست و پای من خالی میشه بابا جون. بیا بیا بگیرش بابا. بگی بابا. دست شما درد نکنه آخ بابا. سر شما درد نکنه. برو بابا. چه تیری بسازی، چه توری بسازی، دل بچه هارم آب میکنیم. آب به هیچ گم نمیدیم. آخ جونه چی کار میکنی هادی؟ دارم گره این تنابا رو باز میکنم. خدا ما میخوایم برای تیر دروازمون یه توری درست کنیم به چه قشنگی. میخوای بهت کمک کنم؟ نه میخوام خودم تنهایی کارو بکنم تا همه بدونن که این تنابا رو خودم آوردم. ولی تنهایی خیلی سخته. نگاه کن پر از گره است. یکی باید بهت کمک کنه. نه خیر، من به کمک هیچ کس احتیاجی ندارم. برو به کاره. باشه هر جور میلته. آخ جون یه تیر دروازه‌ای درست کنیم دل همتون آب.
چرا اینطوری شده آخه؟ وای نمیشه، بذار بلنشم ببینم. عصبانی شدم میزنم دارتون میکنم. هادی نه هادی چی کار داری میکنی؟ قربونت برم این چه وضعیه؟ خنده سلام نه قربونت برم. خدا نخنده آدم نمیشه. معلومه که باز نمیشه آقا. من بهت که گفتم اون باید که با کمک بقیه باز بشه، اما تو اصلا گوش نکردی. تازه مادر بزرگ جونم هممون میخواستیم بهش کمک کنیم، اما گفت به کمک هیچ کس احتیاج ندارم. حالا هم میگه باز نمیشه. ببینم ننه هادی موضوع چیه قربونت برم؟ تو اینا رو میخوای چی کار؟ میخوایم برای تیر دروازمونو مادر بزرگ جونم یه تور درست کنیم. آره بعدش باش بازی کنیم. خب میدونی چی شد؟ خب چی شد ننه؟ تیر دروازه حسنا یادتونه ما هر وقت بازی میکردیم ازشون میگرفتیم؟ آره مادر. به واقع هست ندادم. من و حمیدم قرار گذاشتیم خودمون تیر دروازه درست کنیم. حمید رفت زمین راه شده توش خیلی خوب منم قرار شده تناباشو بگیرم درست کنم. خیلی خوب ننه هادی جون فهمیدم قربونت برم. ببین مادر، آدم وقتی میخواد یه کاری بکنه ننه اول به عاقبت کار باید فکر کنه. ببین آدم وقتی قول میده اولا باید مطمئن باشه که میتونه قولشو انجام بده. دوما یه کاری که میکنه باید حتما این کار رو با کمک دیگرون انجام بده. به تنهایی که نمیشه، فدات بشم پسرم. سوما برای باز کردن گره باید آدم صبر و حوصله داشته باشه. از همه مهمتر این که ننه جون باید فکر تو به کار بندازی قربونت برم. خیلی هم صبر دارم، خیلی هم تا حالا فکرمو به کار گرفتم. آره میبینم از این تنابی که دارید پیچیده معلومه. با خدا ننه ولش کن قربونت برم، ولش کن خدا جون. ببین ننه اگه فکر تو به کار میگرفتی قربونت برم اول میگشتی سر تنابو پیدا میکردی، بعد دونه دونه گره ها رو باز میکردی و خودت هم اینطور تناب پیش نمی‌کردی. بله. حالا ببین ننه ناراحت نشو قربونت برم. صبر کن من و خدا کمک کنیم تنابو از دورت باز کنیم. چجوری شده قربونش برم؟ باش آفرین. ببین ننه خدا ننه اینو بگی تو باز کنی یا ولی من به همه بگیم من خودم تنها یه راشو با کردم. خیلی خوب باز کنیم خیلی خوب صبر کن. نه قربون نکنی این کارا رو. خدا ننه هادی ببین چه میکنه منو پیرزن و عصبانی میکنی. عروسکا کجایین مادر بزرگ هادی هدا بیاین عروسکای خوبی از نخوندی خودچوبی عروسکای خوبی از نخوندی خودچوبی پدر کجاست؟ من اینجام. مادر کجاست؟ همینجا. عروسکای نازی قصه رو ما میسازیم. بیاین سلام راستی خودمم آق بابام.